سلام بچه‌ها، خسته نباشید. من حسین. من میخوام کامل ترین و دقیق ترین و پرجزئیات ترین ریاکت به تریر دوم GTA وی آی به شما بگم. تو همین قسمتی که هست همینجور زوم کرده میتونیم ببینیم که شفافیت آبها چقدر زیاد شده و NPC ها با همسرشون، دوست دخترشون، دوست پسرشون بتونن بیان لب دریا و رو اسکله ها بشینن. عرضم به حضورتون که خونه های دوبلکس رو داریم اینجا. خونه های دوبلکسی که احتمالش خیلی زیاده بتونیم بریم داخلش. مینی جزیره هایی که اون بالا هستن. خب تو صفحه اول پرده هم که داریم میبینیم ماشین های قدیمی خیلی قراره تو شهر زیاد باشن و حیوان ها و حتی حیوانایی که داخل بقول معروف زیر شیروانی قرار میگیرن دیگه و دوربر خونه های مردم، مثل حالا موش و حیوان دیگه حالا مثل اونجا نسبت به جغرافی اونجا قرار میگیره. در پایین سمت راست هم که میبینی برگ هایی که ریخته شده، یعنی ریزش برگ ها و یا حتی شاید قطع کردن درخت ها رو هم به مرور زمان تو گیم داشته باشیم. کاستومایز کردن خونه یا چیزهای دیگری که توی جی تی وی هم داشتیم، ولی احتمالاً با جزئیات بیشتر و تعمیرات اساسی تر تو جی تی وی هایی داریم. این هم از الان نندازم که ظاهرا ماهواره و ریسیورهای مختلفی داریم که حتی میتونیم رو تلویزیون خونمون کانال های مختلف سراسر آمریکا یا حتی خارج آمریکا رو ببینیم. خب همونجوری که گفته بودم ماشین های قدیمی که تو گیم هستن نسبت به سال تولیدشون، رنگ زدگی هاشون اونجا قرار میگیرن که جلوتر بهتون میگم. و عرضم به حضورتون که این ماشینه که اگه اشتباه نکنم روش نمیدونم دقیق مشخص نیست، آدی او نوشته یا آدی اس نمیدونم، فکر کنم تو این مایه ها باشه، ولی ماشین رام آمریکایی. و اگه دقت کنید سیستم گل و کثیفی هایی که تو مرور رانندگی و درایو کردنی که توی شهرها و جای مختلف مپ دارین، گل ها تغییر میکنن. یعنی گل های شیشه، کثیفی های روی بدنه ماشین، روی کاپوت ماشین یا رو سپر و حتی لاستیک های ماشین تغییر کرده. و اگر هم یکم ویدیو به عقب‌تر بیاد، راه رفتن اون NPC، یعنی یکی از شخصیت های جدیدی که داریم میبینیم، خاک هایی که روی شنها قدم بذارن خیلی 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 شفافتر شده. سطل زباله رو داریم در قسمت راست و ظاهرا چون من خیلی دیدم تو اوایل تریال هم بودش که سطل آشغال پایین خونه شخصیت اول ما جیسون بود و آشغال ها ظاهرا بتونی بازیافت بشه و برای تمیزی منزل و محل کارتون استفاده میشه. و هنوز شیطنت هایی که راکستار کرده این هم از پلاک روی این ماشین نیست. حالا یا احتماله که نمیخواست تعیین کنه پلاکو اون شهر یا اون منطقه‌ای که تریر ازش پخش شده، یا که احتمال خیلی زیاد این شخصیتی مثل سری های قبل، چه تو مافیا 2 بود چه توی جی تی ای بود، شخصیت سرقت ماشین باشه که بتونیم باهاش کار کنیم و اوایل بازی پولی به جیب بزنیم. اون گوشه هم که داریم میبینید سمت راست بالای سطح آشغال، حیوانه ها به سطح آشغال هجوم میارن و حالا زندگی واقعی دیگه میزنن، پاره میکنن، خراب میکنن و کثیفی هایی برای اون دور بر ایجاد میکنن که ظاهرا حالا باید زودتر خیلی بازیافت بشه. حالا شهرداری این کار میکنیم ما. Paying tenants? Oh, that's why you came by?
و اینجا هم احتمال این هست که ماشینی که سمت راست هستش ماشین لوسیا باشه، چون تو زندانه و ماشین زیاد خب دست خورده نیستش. See you, Brian. Love you, Jason. خیلی خودشو دوست داره، یک شخصیته که خیلی به خودش اهمیت میده و برای خودش ارزش قائله، از روی بدنش واقعا میشه فهمید. و علاوه بر نسخه قبلی که حالا مثلا خون رو سر کلت بود و آب خیس میشدی و ارزم بزرگتون که آتیش میگرفتی دود میشدی، این سری دارن تحرکاتی که داری هم عرق روی بدنت هم کم و زیاد میشه و لباست خیس میشه. حالا نسبت به کجا درق میکنه. قطعا راکستار این سری از قسمت هایی که به اون نشون داده رو بی خود نشون نداده. دست کلیدی که اون سمت راست هستش نشونگر اینه که 2 یا چند ماشین و خونه و انبار برای شما تهیه شده در اول گیم که میتونید ازش استفاده کنید. و این هم هست که احتمال این هم وجود داره که این ویدیویی که تریری که پخش شدش از اول گیم نباشه، احتمالا از وسطاش یا 10-20% شروع بازیه. خب اینم توجه دیگه کردین که جیسون میتونه واقعا گهگاه شوخی یا شیطنت کنه با بقیه. بعد وقتی لوسیا نیستش میتونن حالا بعدی ولش کن. ماشینش هم صورتی بود، یعنی خیلی از اون دخترهایی که اشوه دارن بود و ولش کن. و اینجا سرقت هایی که انجام میشه، ولی به نظر من این یک سرقت نیست، چون خیلی مردماش بی تفاوت هستن. از پشت در جیسون اگه توجه بکنی احتمالا یه داد و ستدی بود که پولشو نداد و این به زور اومده از طلبکارش پولشو بگیره، یعنی طلبکار بدهکار همین رو قاطی میکنم بدش. بعد کریستال هایی که روی میز هستن باز هم سمت راست نشونگر اون کریستال هایی که توی عصر یخبندان بودش که جوون سازی و جوون داشت و دیگه داره میگه که من هر موقع هم بیام تازم. اندک رو تو گیم داریم، چکش رو داریم گوشه سمت چپ دستشه و کاربردهایی که پشت اون آدمی که جیتون رو زده و یه آدم لشه حالا نمیدونم که چت کرده است. و برای ما ایرانی ها که خیلی شیرینه اون قلیون زیبا و پردود که حتی یارو نمیکشم داره دود میده. و برای سریع لوت کردن و سرقت کردن دیگه باز نمیکنه، یه مشت میزنه روش و تمام. من با اون دوتا آدرس کار ندارم، ولی آدرسی که سمت چپ هستش داره 35 کیلومتری به فرودگاه رو نشون میده که فرودگاه نزدیک محلی که لوسیا در اسارته و در زندانه و احتمال این هم وجود داره که فرار دادن لوسیا با یک وسیله هوایی انجام بشه و بتونن آزادش کنن. همینجور که معلوم کرده بدن و هیکلی که داری در بازی میتونه تاثیر داشته باشه روی NPC ها و کاراکترهای دیگه و به توجه بیشتری بشه. اینجا دارین توجه میکنین این خیلی این تیکه واقعا به ما آگاهی میده، فقط کافیه یکم دقت کنیم. هم میتونید در حین تمرین و پیاده روی یا هر چیزی آب بنوشین، پایین است. و اگر اشتباه نکنم بغل آب باید کمربند تمرینی باشه
که بشه ازش استفاده کرد و اون ویلو هم که برای آفتاب گرفتن و ارزم به حضورتون که دراز کشیدن در ساحل یا جای که برای دراز کشیدن و استراحت کردن میتونی کمپ کردن در واقع مثل ردت استفاده کنی ازش. وزنه هایی هم که داره جیسون میزنه میتونی ببینی جان دیگه 20 و 10 و اون پایین هم 5 کیلویه، حالا یا 15 و 10 و پشتش هم اگه باز توجه دوباره سطل آشغال خیلی رو آشغال و نظافت تاکید داشتن و علاوه بر عوض کردن ست های لباس ها و ظاهرا جورابت هم میتونی با رنگ های مختلف و سایز های مختلف انتخاب کنی و اونم که پوشش NPC هاست و پشت اون دوتا NPC خانم هم باز اگه توجه کنی برمیگردی به میراهای بارفیکس که خیلی پر رنگ تر و پر جزئیات تر شده که میتونی از اونها استفاده کنی. داریم که راه ATM سمت راست بالا و میوه هایی که میتونی خرید بکنی. واقعیتش من نه تحقیقشو کردم نه میدونم، ولی اون چیزی که دست جیسونه خیلی تابلوه که فکرم خودتون بدونید. اگر نمیدونید کامنت رو بگید چون من حوصله‌اش ندارم واقعا بگردم. بعد میوه هایی که میتونی خرید بکنی به صورت تعدادی و دوباره باز پایین سمت چپ داری آشغالا رو میبینی و بالای آشغالا سیستم برقیه که خیلی خیلی بهش تاکید شده و تو کل شهر واقعا سیمکشی‌های عظیمی و تیره برق‌های بزرگی قرار داره و بغل این اون NPC که سمت چپ قرار داره چون ATM خاموش بوده و ظاهرا ATM خراب هم میشه یا بر اثر اینترنت، چون قضیه اینترنت توی GTA خیلی گسترده است. اینترنت یا هر چیز دیگه رفتش به کش داره پرداخت میکنه، یعنی کارشو بخواد با پول نقد انجام بده و این هم احتمالش خیلی بالاست که تو همه رو نتونی مثلا حساب بانکی مثلا میری خرید میکنی مثلا میزنی $500 $5000 $50000 تک کم بشه. نه، میتونید اگه اون مبلغ پول تو جیبت باشه برای خریدار ریز و درشت نقد پرداخت کن. حالا این زنم رد میشه و شما رو یک لحظه روشو برمیگردونه، یا آشنا هستین یا که اون جذابیت هایی که تو تمرین انجام دادی جلبشون کردش. تو گیم معلولین داره که رد شد نخورد که صبحش بدم و فقیر هم ظاهرا مثل ردت داره و اون سیمکشی هم داریم میبینید دیگه که چقدر تو کل شهر قرار داره. اون شفافیتی که رو آینه بغل ها بودش گوشه سمت چپ میتونید ببینید که برگردوند و میخواست این کار رو انجام بده به جدیت که خوش اعلام کرده بودم و روی عکس‌ها روی دیوارها هم 2 عکس هست. سمت چپش رو من فکر کنم بدونید شما کیه، سمت راست بیگ اسموکه که فکر کنم بعدها هم اسطوره شدش، ولی سمت چپ خودتون میدونی که بگین. و یک در نگاه اول هم یک به قول معروف بگیر عادیه به نظرتون، ولی ظاهرا اینطور نیست چون ماشین FBI در گوشه سمت راست پیدا میشه. ماشین FBI خودم میاد دیگه، FBI برای هر چیزی وارد شهر نمیشه و ماشین های سری جدید اگه اشتباه نکنم ماشین فورد باشه که ماشین های پلیس جدید شدش و فعلا همینجا من دیگه خودشون کلی ویدیوشون خسته کننده میشه. تا اینجا بهتون میگم و همینجا ویدیو رو میبندیم که خستم نشین و من بشینم فکر کنم بقیه رو ببینم چه چیزی ازش در بیارم. فعلا خداحافظ.